گفتاری ادبی از سلسله خوانشی بدیعی از روی پوستی داریوش رحیمزاده عشق ناتمام. قسم 16. افغانستان. همان زمان که اکای سفر از نظرها غایب گردید، یک احساس غریبی مرا فرا گرفت. اما شکر میکردم که خرامانی پری که از عیب بری و با من سفری بود و با حسن ادب و شیوه تاجوری در زیبایی جلوه‌گری میکرد، با من رهگذری داشت و با همه دست نگری و غریبی خود را با او شاه دولت قمری میپنداشتم. هرچند زمان و مکان به نیت من سازگار نمی آمد، اما ذوق ادامه وصال خرامان و نیت حلقه زی سر زلف او باز کردن مرا آرمان اصل بود و قدم گذاشتن نمی ماند. به بهانه کمی صبحانه غریبانه تناول کردن من به اسب سوار شدم. 150-200 قدم از راه سمت دره روبرو که دیگر برآمد هم نداشت از چشم راهروهای احتمالی دور گشتیم. خرامان را در آغوش و با بوس و کنار از اسب فراوردم. زین اسب را کشادم که سمند هم چند مدت آزاد نفس بگیرد. جانور در سبزگری به چریدن سر کرد. از آن ذوق من به بهار نوبتی زندگی افزود. در آن ساحل ویران منزل هر مشکل مرا بود، توسط آراستن محفل با آن پر چهره ذوق عشق و محبت خود را کامل می‌گردانیدم. گمان کردم که خود خرامان هم تغییر پذیرفته است و فیض دولت خود را همچون دوست جانی به من ارزانی می‌دارد و جام مرادش هرگز اظهار قناعت، کاهش ذوق و پشیمانی ندارد. و هرچند با شوق تام وصل او را دنبال می‌کردم، اما با ناله و آه گرانجانی به آخر و تشنگی بدون قناعت وضع جفت از خود نشان می‌داد. در دره بینام به مدت 3 ساعت ما اندرمان بودیم. به گمانم در آن چمن گل تنها از عدم به وجود آمده که من غریب در سجود آن سر به زانو بودمی و نتوانستمی بالا شدن. بالاخره من به خود آمدم و خویش را مسئول تقدیر یک عائله بتون شماریده به زودی زین و ابزار جمع کرده با خرامان به سمت هدایتنامه اکای سفر رهسپار گشتیم. مدت 2.5-3 ساعت اسب راندم، اما از خرسنگ و توت یکه اثر نبود. هرچه پیشتر می رفتم ناامیدی رسیدن به آن منزل بر من غالبیت پیدا می کرد. آفتاب نزد ابرهای سیاه از خود ناتوانی بیشتر نشان می داد و گاهی با ناپدید گشتنش به دل من ضعف علاوه می کرد. ناگه در دشت هموار از دور از سمت چپ یک خرسنگ تنها گویا کسی یا چیزی را انتظار می شده باشد نمودار گشت. اولین بار از دیدن چنین شکل ناهموار سنگین دلی طبیعت دلم خرسندی می آورد. در حقیقت هنگام نزدیک شدن آن توت پیری شکسته غمگین هم به چشم نمودار شد. آب جویچه خورد که دل و بیدلان شیر کنان ناخواهم پایین می رفت. بعدی 10-15 قدم دورتر از خرسنگ بیرون از ذوق و میل خود فنا می گشت. ابرهای سیاه، توت یکه پیری بی تقدیر، آب چشمه مصفا و زیبا و نازنین که تومه بیرحمانه اژدهای دریا دمکش زیر خرسنگ ناجا افتاده به نیستی می رفت، مرا لحظه چون خواب غمانگیزی نمود که دیدنش این فقیر را از آینده مشکل پیام می داد. به هر حال من احساس خود را به خرامان نگفتم، زیرا از حرکات او حس می کردم که هنوز از تأثیر وصل دره سربسته دور نرفته است و همچون عروس جوان امیدی هرچی تیزتر ادامه آن معاشرت جاودانه را دارد.
لطیف صاحب. ما طور اکی سفر مصلحت داده بود به طرف چپ خرسنگ با یک پیرهه تنگ و باریک سمت سفر انتخاب کردیم. نزدیک به شام یک خانه سنگین خردکک هم نمایان گشت. از دیدن آن من و خرامان خرسند شدیم. چون اسب سوار به این کلبه نزدیک آمدیم، موی سفید خسته حالانه سنگ‌های جمع کرده‌اش را یک یک بالای دیوار می‌گذاشت. گویا برای خود استحکام می‌ساخت. چون شیهه اسب را شنید با قامت خمیده و کاهلی رویش را بیگانه‌وار یک به سوی ما گرداند و به کار خود ادامه داد. السلام لطیف صاحب، گفتم من، گویا پیشکی چنین شکل مراجعت را مشق کرده باشم. مخاطب من یگان پاسخ نداد و دیگر به ما میل نگاه هم نکرد. با همان طرز به کار خود ادامه داد. از اسب مثل چابک سوار پریده فرآمدم. حس می کردم که موی سفید کاهل اما خیلی زیرک از تگ چشم سینچکارانه ناعیان بر رفتار من نظاره می کند. نزدیکش رفتم. بار دیگر عرض سلام کردم. مثل که کر و گنگ باشد توجه نکرد. بعد مدت به آن که به من نگاه کند سنگ تنک خاکالوده را بالای دیوار مانده. کیستی؟ چی می خواهی؟ رهگذر باشی براحت رفتن گیر. میل طواف هم داشته باشی؟ مرحمت. نیم غرمه گفت موی سفید ناراضیانه. من رهگذر نیستم، مهمان تو هم. شیخ محترم، گفتم با قاطعیت، اینجا مهمانخانه نیست. به این منزل امیدی شبگذرانی هم مبند. بایگری خانه ما همگی دو چیز است: از پوشیدن چشم و از خوردن شته. باقی انتخاب تو. گفت لطیف به تغییر قیافه چشم از کار خود نکنده. ای اکا، ما هم در بساطمان به عوض منتداری از چنین مهمان نوازی همگی دو چیز داریم: از دادن دعا و از اظهار پاداش خدمت اندک زیادتر. هزار رحمت. نه، من راستش را میگویم، گفت موی سفید. من هم تا حال دروغ نگفتم، جواب دادم من. خرامان را فراوردم و اسب را بستم. تیز دسترخوان را با خرامان گستردیم. از کلچه ها و قاق زردالو و گوشت یخنی در بالای آن گذاشتیم. موی سفید تا سنگ های آماده کردهش را با همان سرعت خستگی دیوار کرده با آخر نرساند. دیگر با ما گپ نزد. با آفتابه دستان صاحب خانه را آب گرفتم و او را به لب دسترخوان دعوت کردم. نه آمد. با همان خسته حالی و بیدلی داخل خانه سنگین شد. بعد از مدت یک طبق سفالی روی پوش با طبق دیگر و یک پارچه نان شکسته تاوگی را با یک کبک در آفتاب پزانده خشک کرده که خوراک شکارچی خوب است با خود برآورد. روی دسترخوان ماند. برای خرامان دورتر در بالای چکمن و کرپچه نیم داشت جای پرتافتم و از غذاهای خود در بالای سبدچه خرد گذاشتم. تا این وقت با فرمان من خرامان چایجوش میسی موی سفید را از جویچه پری آب کرده در آتشدان گذاشت و با یک عذاب با چخماقک آتش گرانده چای ماند. از این حرکت ما اوضاع صاحب خانه اندک هم باشد روشن گشت، زیرا به تقدیر تن داد که دیگر از این مهمانان علاج خلاصی نیست. چون در کلبه درویشی با ذوق سلطانی انواع غذا را تناول کردیم، دسترخوان را غون داشتیم. من گفتم لطیف صاحب، برای گستاخی به تکلف ما را معذور دارید. اینجا هم نمی آمدیم، اما سلام قرض پروردگار است گفتند. ما را یک مرد نیک سریشت سپارش داد که منزل این بزرگوار را زیارت کنیم و از دیوانه سلام رسانیم. با شنیدن اسم دیوانه در تن موی سفید جان در آمد. کی؟ به اختیار پرسید لطیف صاحب. امروز، گفتم من. از خوشگپیتان فهمیدم
شما آدمانی تهدان هستید. اما من نفهمیدم یک آدمی نهایت با صلابت با نامی زیبا در مورد شما خود را دیوانه نام برد. هرچند پرسیدم سیری نام را قائل نشد. گفت که خود لطیف صاحب این را می داند. می پرسی خودش می گوید. گفتم من به او نگاه کرده. من هیچ چیز را نمی دانم. البته یگان فعل دیوانگی داشته است که او را دیوانه نام می برند. گفت لطیف. به گوش او نزدیکتر شده گفتم اکا می بخشید، ما همه جوره های سلیم هستیم. موسفه تیز خودش را قفا کشید و با آشفتگی مهمان، شما مرا به جای یگان کسی دیگر قبول کرده اید. من درباره دیوانه ماهیگیر اول شنیدگی، بعد هنگام شکار یک دو بار در جزیره های دریای پنج او را دیدگی بودم. اما افسوس سلیم پلیمتان را یگان بار ندیده و نشنیدم. من یک آدمی خداجوی هستم. ها انا مزار حضرت خواجه دین پناه را نگاه بین و با این غولک برای ریسک روزی خود و یگان بیچاره سرگردان و زایر مزار گاه و پیگاه کدام قلنگ و گنجشک شکار میکنم و نتیجهش این است که هست. و سلام، میلش که آمدید. صبح مزار را زیارت کنید. دیگر 4 طرفتان قبله گفت. از جایش خستنی شد که من از کتفی چپش قپیده موی سفید را شیناندم و گفتم لطیف صاحب، من کار افتاده و سرسان و سرگردان از ترسی بالشوای به خاطر نجات به این ملک پشت و پناه اسلام و مسلمین گریزه و غریب افتادم. کور چی میخواهد؟ 2 دیده بینا، مرا راهنمای باش. چیکار کنم که از این سرزمینی شریعت پناه بهره‌ور گردم و با این عاجزم روزگاری آرام و آسوده بینم؟ حس کردم گرچند لطیف صاحب از رمزهای ساده لوحانه من کمی برآشفته باشد هم، اما این سو آن سو نگاه کرده به من مثل کسی که گویا پیشتر هم می شناخته باشد مناسبت می کردگی شد. شیخ مزار خواجه دین پناه بعد اندیشه دور و دراز به زمین نگاه کرده با آواز پست افغانستان همان جنتی است که ملاها تعریف می کنند. زورشان آمد گریخته به همین جا می آیند. اما به جنت که باور ندارند از کجای باشند خدمتگاران و مریدانشان، کنیزکان و بچه های امرد و محرمشان را با خودشان کشانیده به این ملک چون غلام می آرند و می دانند که در این بهشت از خمر و همزر اثری نیست. تمامی بایگری هایشان را مثل امیر زار و حقیرشان با خود می گیرند. تو که مثل من چون بینوای دوای پاداشی داری، به چه علت به این سرزمین خود را انداختی؟ به این ملک دل نبندید. تعریف آن را شنیده باشید بسنده است. آواز دهل شنیدن از دور خوش است. از بهشتم هیچ کس ساق و سلامت برنگشته است که واقعیت را به ما گوید. ما فهمیم آن چی چیز است. به اینجا که آمدی خوب کردی، اکنون خودت می بینی و خلاصه می براری. اما چون بهشتیان بعید که از این مکان به دنیای خودت به سلامت برسی، به دیگران قصه کنی. بهشت و امن و آسایشش چی بوده است؟ گفت با علم هم صحبتی من. سیمای یک نفری ژنده پوش با سر و ریش درویشانه تیز در نظرم تغییر یافت و من حیران فلسفه و مثلدانی این آدمی غیر عادی گشتم. اکنون فهمیدم که اینها هم از سلیم و اکی براتلی و اکی سفر از یک سرچشمه آب میخورند. اما سیر را بای نداده حدی اقل خوشحال گشتم که با چنین شخص واخوردم. گفتم لطیف صاحب، به شما تشکر، اما علاج بازگشت ندارم. مصلحتم بده چی کنم؟ از خطری باسمچی ها ترسیدم که گویم مبادا خلاصه من خطا و این آدم با آنها هم در مناسبت باشد. پرسید نامت چیست؟ پاسخ دادم نامت عربی نیست. افغانها این حالت را خوب قبول ندارند. شاید اسمت را محمد علی مانی که هم برای افغان و هم برای هزاره ها
سنی ها و شیعه ها گشنواز شود. نام پدرم که محمدی بود این اسم برایم نزدیک و گوارا می نمود. زود راضی شدم و آن را اولین مصلحتی با عقلانه درویش پر اسرار دانستم. لطیف صاحب، خسته شده ای؟ با زوجت به خانه ویرانه من درآیید. آنجا غیر از بریای شکسته پاره و کرپچه های جغده چیز دیگری نیست. یک بلا کرده شب را روز کنید. نصیب باشد تا صبح یگان فکر می کنیم. شما چی؟ پرسیدم از صاحب خانه. من ها انا در آنجا در تگ دهلیز با این دو پستک شبها را روز می کنم که برایم راحت است. نمی ترسید؟ پرسیدم من. از چی؟ از مزار خواجه دین پناه نه تنها حیوانات وحشی بلکه باسمچی ها هم می ترسند. هیچ چیزی، هیچ کسی جرأت نمی کند به من سر و کاری بگیرد. شبتان بخیر گفته به سر پستک هایش رفت. من بار دویم سمند را خبر گرفتم که در نزد مزار با ذوق چریده ایستاده بود. آن را نبستم، زیرا خطری به وی هجوم کردنی جانورهای وحشی واقعیت داشت. در دره شگنا بار شب هنگامی که چنین حالت به وقوع پیوست، سمند با دو پای قفایش به دهان خرس چنان ضربه هلاکتبار زده بود که صبح ما مرده آن درنده را کشک کرده برده تگ خاک کردیم. پدرم تأکید کرد که این را به کسی نگوییم که اسب را چشم می کنند. از این جهت دل من از این جانور پر بود. با یک شمع خیره‌سوز من و خیرامان وارد خانه سنگین شدیم. آن از یک کلبه 3 به 2 متری عبارت و دارای سقف پست بود که قریب سری من به آن می رسید. از طرف مزار یک تریزه خردی موری مانند اینچنین داخل خانه دیگدان و سقف آن دود برا داشت که آسمان از آن بزوری می نمود. خانه سنگین از درون بسیار به احتیاطانه گلکاری شده بود. مقصد از آن نه زیبایی که استفاده چنین تعبیر در این موضع معنی نداشت، بلکه برای از سوراخی های سنگ های دیوار ندر آمدن شمال بود. در مجموع این خانه موضع بین اعراف را می ماند که پس از آن ما را باید یا به بهشت یا به دوزخ می فرستادند. اما فضای جهنم مانند به حالت روحی من و خیرامان یگان تأثیراتی بدی نداشت. خیرامان شمع در دست انتظار هرچی تیزتر پرتافتن جایگاه بود. هرگاه نزدیک شده پشتی مرا سیله می کرد، سر و گردنی مرا با مهرورزی خاص می بوسید. بوی زلف او مرا گمراه کرده بود و می خواستم هرچی تیزتر از نوش لعل او آرزوی خود را بکشم و دست به کاری زنم که غصه دل من سر آید. القصه تا به صبح من شکر شکن زمین قاری توتی گویای اسرار بودم و اگر نزدیک صبح هم خواب آلودگی می کردم، آن حدیث جان با جنبش اندک به منش معنی بسیار می آموخت و بخت من تا به روز بیدار بود. آن بوت چینی چنان ذوق مرا نسبت به عشقش بیدار کرده بود که نه تنها دل بلکه آمادگی داشتم دینم را هم فدایش بکنم. قریب روز خوابمان برده است. لطیف صاحب ما را بیدار نکرده است. از موری خانه احساس کردم که آفتاب یک قد بلند شده است. خیستم. دست رو شستیم. صاحب خانه در لب جویچه دسترخوان گسترده است. اندک زردآلوی خشک توتپیس از نانهای شبانگاهی گذاشته است. ما را دیدم برابر چای دم کرد و سری دسترخوان دعوت نمود. خودش ننشست. گفت که او بر وقت ناشتا کرده است. خوشش آمد که من و خیرامان یک جا سری دسترخوان باشیم که برای من نهایت گوارا بود. آینده تقدیر را مثل همیشگی نمی دانستیم. کوتاه صبحانه خوردیم. تدبیر و مسیر. من نزدیک لطیف صاحب رفتم. مرا دیدن زمان میدانم آب در خشکی نمی ایستد. شما جای رفتنی هستید که آینده سبز داشته باشد.
اما راهی مشکل را انتخاب کرده اید، گرچنده می بینم که مشکل دیده هستید. شبی دراز اندیشه کردم که به شما چی مصلحت دهم. گفت. بعد یک پایش را در بالای دیواری نیم متر بنیاد کردهش مانده، آرینجش را به زانویش پایرم کرده، کف دستش را به تگ منهش مانده، به یک نقطه نامعلوم نگاه کرده. دادرم، اینجا دو راه است. یک تویش به سمت راست به راهی که به قریه های شاهی مستان، لوراغی، سمتی بالا، قریه شهر، گج دره و پایشاو میبرد. این مسیری هست که قریب همه همشهری های تو، خواه باسمچی و خواه ملا و ایشان و دزد و راهزن، همان طرف حرکت می کنند. سمت دوم به همین راهی که شما آمدید، پایین تر به قریه جرباشی و کلدیش طرف ینگ قلعه می برد. سمت آخران از اینجا باز یک روزره هست. در مسیری اول مردمش در کوهستان سنگستان زندگی می کنند. روزگارشان سخت است، اما شما در این منطقه همانهایی را می بینید که از آنها گریخته بودید. این مردم به واسطه فیض‌آباد بعد به کران و منجان یا به سمت کابل یا دورتر به هندوستان می روند. افسانه می کابند. در سمت دوم مردمی سرسخت تاجیک و ازبک قشاق گریزه زیر دست پشتوها و هزاره های بای زندگی و کار می کنند. پرسیدم به چه کار مشغولند؟ لطیف صاحب، اینها اصلاً به زراعت کاری، لیکن بسیارترشان در لب دریای پنج تیلاشویی می کنند. چون کلمه تیلاشویی را شنیدم، شگنا به یادم آمد. من که فرزند کلانی خانه بودم، پدرم این کار را به من خوب آموزانده بود. با آسانی می توانستم به این عمل سرگردان و در آینده مثل قبلگاه هم به دولت شوم. لیکن دانسته باش محمد علی، نیمی نامت سنی، نیمی نامت شیعی. با کسی که علی گفت عمر نمی گویند. یعنی در این سمت شیعه ها برتری دارند. افغانستان مکان جنگ مذهب است. بسیاری ها سگ سنی و خرشیه هستند. جای علی پرست ها علی را جان می گویی، در مکان سنی ها محمد را. اما به معنی من نه سنی می در آمد نه شیعی. آنجا من خود را تیلاشوی، در آینده ثروتمند با سناچ تیلا تصور می کردم و تقریبا انتخابم را کردم. لطیف صاحب از اوضاعم حس کرد که علاقه من سمت ینگ قلعه را انتخاب کردم. گفت این مسیر خوبتر اما خوفناکتر است. راهبران همه تیلاشوی ها دو سه قاچاقبر اشدی، سلاح و مهمات با باسمچی های شما، بخارایی های ساده هستند. طلای امیر بخارا هزارها من بوده است. نه زر امیر منقیتی بچه باز و نه سلاح انگلیس و ترک تمام می شود. فقط جانی تاجیکان بیچاره در عذاب. دنیا همین خیل، باز در غم جان و قصاب در غم چرب. گفت با افسوس و ندامت درویشی دانا. اما سخنش را دوام داده. با کار در آمدن نه در زراعت و نه در تیلاشویی در این طرف آسان است برادر. آنجا میان روها هستند. آقساقالهایش را پیدا کرده باور میکنانی که یک قسم دستمزد را اول به آنها میدهی. گدا دشمنی گدا گفتند. بعداً تو را برده اول به گروه های خمسه ها و بعد به گروه سالیس ها جای داده پشتیبانی و نظارت میکنند. اما در غریبی با رسن به آسمان نتوان رسید، یعنی امیدی بای شدن نکن. فقط قوت لایموت خود را به اندازه بخور نمور پیدا میکنی و خلاص. اگر آن هم نصیبت کند، باقی حوالتان به خدای تعالی. ها گفتگی بر این، سرش را یک و یک باره بلند کرده، گردنی باریکی درازش را طرف من یازانده، لطیف صاحب علاوه کرد. شما از مزار بیزار بودید، زیارت هم نکردید، لیکن میلتان باقی نیست. اما هر کسی از شما پرسید میگوید اینجا به امید زیارت مزار بزرگوار خواجه الدین پناهی ابو انس ابن یمین تشریف آوردید.
و به این بنده فقیر دیداری بسنده و معامله نداشتید. من درباره لطیف صاحب اندیشه کرده حیران می شدم که آخر یک نفر سالمند بی زن و فرزند به نظر دانشمند در این تنهایی و غربت چیکار می کرده باشد؟ این سوال را با ساده لوحی به آن شیخ خانقاه دادم و یک تبسمی معنی دارانه کرده گفت: بزرگ دیده من در کوه ساری، قناعت کرده از دنیا بغاری. چرا گفتم به شهر اندر نیایی، که بار بند از دل برکشایی. بگفت آنجا پری رویانی نغزند، چو گل بسیار شد پیلان بلغزند. ما با خوشنودی و خیر و معذور به راه برآمدیم. به نزد خرسنگ رسیدیم. آن خوابی در بیداری از دل گذرانیدم به یادم آمد. بار دیگر به خرسنگ سنگدل، درخت توت پیری ناجا منزل و جویچه آبی پاکی که گویا از چشمه سلسبیل به دهان اژدهای مرگ خواهی عزراییل بدون اختیار جاری می شد نگاهی آخرین کردم و اسب را به چپ به سمت قریه کلدیش گردانیدم، به امیدی که تلاشوی می شوم و صاحب منزل. شما گفتاری ادبی را از سلسله خوانش بدیعی از روی پویستی داریوش رحیمزاده عشق ناتمام در قرائت دلشادی الصمد شنیدید. کارگردان خیرالله فتح‌الله، محرر عابدجان سعیدزاده. انجام قسم 16.